سلام امیلیای عزیز. خیلی ممنون، مرسی. یه ذره بچه ها بیان استارت بزنیم برای شاهنامه. آره یه گوشه ای از چیز هست، بیشترشو برداشتم. آقا سجاد سلام، اطلاعی ندارم راجع به این قضیه. سلام کاپتان، خوبی؟ بسی به خودت داره دیگه، چقدر میخوای وقت بذاری؟ یعنی چی سجاد؟ چاکرتم آنجا، هیچ خبر نیست. منتظرم یه بچه ها بیان. لایک کنید بچه ها، حداقل بچه ها بیان که استارت بزنیم. میلاد ایران سلام، چکرم. من یه خلاصه مختصری از این جریاناتی که خیام جرجانی، سلام عزیزم، خوبی؟ چاکر تمام میلاد، فقط بشه. یه مختصر و مفید بگم. این قسمت از شاهنامه بچه‌ها که من میخوام براتون تعریف کنم، یعنی ظهور زرتشت، که تا یه جایی براتون تعریف کردم، توسط آقایی به اسم دقیقی نوشته شده و همونطور که میدونید فردوسی اولین نفری نبوده که میخواسته شاهنامه رو بنویسه. یه آقایی بوده به اسم منصوری، ایشون داشته شاهنامه رو مینوشته و بعد که ایشون عمرش به دنیا نبوده و میمیره، آقای دقیقی یه گوشه ای از کار رو میگیره، دوباره میخواد شاهنامه رو ادامه بده، که باز هم ایشون هم میمیرن و بعد به فردوسی میرسه و فردوسی تکمیل میکنه و تموم میکنه شاهنامه رو. حالا اینجا داستان، فردوسی برای ظهور زرتشت یک مقدمه ای داره که میاد و اعلام میکنه، میگه آقا من خوابی دیدم که آقای دقیقی اومد تو خوابم و بهم گفتش که اون شعر من رو به شاهنامه اضافه کن و من الان 1000 بیت از آقای دقیقی که موجود هست رو از زبان ایشون روایت میکنم. و این داستان زرتشت و گرشاسب، جنگ گرشاسب با ارجاسب
توسط آقای دقیقی گفته شده. بعد اون دوباره فردوسی ادامه داده و از زبان خودش داره شعر رو میگه، شاهنامه رو مینویسه. پس اگه یه سری باگ ها، یه سری اتفاقات، یه سری حالا چیزها توی شاهنامه میبینید این قسمت، به خاطر اینکه آقای دقیقی نوشته و فردوسی هیچ دخل و تصرفی توش نداشته و به زبان آقای دقیقی فردوسی میاد و اونا رو بازگو میکنه. 1000 بیت از آقای دقیقی بوده که بعد آقای دقیقی میمیره و فردوسی ادامه میده. حالا بگذاریم داستان از کجا به کجا رسید. به اینجا رسید که بچه‌ها من معذرت میخوام، این قسمت فکم خیلی درد میکنه، زیاد نمیتونم حرف بزنم. تا جایی که بتونم این داستان تعریف میکنم. اگرم بد گفتم یا حالا خیلی خلاصه گفتم، شما منو ببخشید. من سعی میکنم که خیلی خلاصه وار بگم و شما رو آشنا کنم با شاهنامه و آشتی کنیم مثلا با شاهنامه، انگار قهریم با شاهنامه، انگار قهریم با شاهنامه. بچهای جدید سلام، خیلی خوش اومدید. ادمینا لطف کنید که منت به سر من بذارید و سلام علیک کنید، خوش آمد. داستان به اینجا رسید که گرشاسب وقتی که پیش قیصر بود، داماد قیصر شد و حالا اون جریانات پیش اومد که شما میتونید برید تو لایو قبلیمون ببینید، پادشاه ایران شد. و زمانی هم که پادشاه ایران شد، یک شخصی اومد به اسم زرتشت، گفت من پیغمبرم، از طرف خدا اومدم و دین بهی دارم. حالا این دین بهی، حالا به آن دیگه میرسیم که چیه. میگه دین بهی دارم و شما به دین من باید بیاید و من از طرف خدا هم. و میاد با گرشاسب صحبت میکنه که میگه که آقا من پیامبرم، دین بهی آوردم، شما بیاید به دین من. و تو یه جورایی گرشاسب رو راضی میکنه و گرشاسب قبول میکنه و یه جورایی هم بهش میگه که آقا تو مأموری از طرف خداوند، من این پیامو دارم برای تو مأموری که این دین رو به همه معرفی کنی. یه جورایی گرشاسب اولین کاری که میکنه وقتی که این دین رو قبول میکنه، این دین بهی رو، اولین کاری که میکنه به کل سردارا و حالا کل ایران اعلام میکنه که آقا این دین جدیده و شما باید بهش بپیوندید و آره دیگه قبولش کنید. که کل ایران هم تقریبا قبول میکنن و اولین کاری که میکنه توی کاشمر یه آتشکده‌ای میزنه برای این زرتشت و کاخ پادشاهیش هم انتقال میده اونجا و اونجا رو پایتخت خودش میکنه. آقای گرشاسب چند تا پسر داشته که دوتاش خیلی مهمترینه. یکی فرشاورد یا حالا ما میگیم فرشاد، یکیش هم آقای اسفندیار که ما میگیم اسفندیار. این دوتا خیلی مهمن توی داستانمون. این دوتا پسر رو داشته که حالا دور بر 16-17 سالشون بوده و خیلی جوون بودن و سودای پادشاهی داشتن. و زمانی که این آتشکده رو میزنه به کل ایران میگه که آقا شما باید این مالیات و باج خراج بدید که من بتونم آتشکده های بیشتری بزنم تو جاهای مختلف و این دین رو بزرگتر کنم. یکی از همین روزها آقای زرتشت به گرشاسب میگه که آقا تو چرا از ارجاسب باج و خراج نمیگیری؟ میگه که چطور؟ میگه اولا که نه به خاطر اینکه تو ایرانی اون تورانه باید به باج بده، دو به خاطر اینکه دین زرتشت اونم باید بیاد تو دین ما، دین بهی رو قبول کنه و به ما باج بده برای پیشرفت دین زرتشت، دین بهی. حالا من میگم زرتشت چیز نشه، اسم شخص زرتشت بوده و باید به دین ما هم کمک کنه. که آقای گرشاسب قانع میشه و یک نامه ای رو مینویسه برای ارجاسب توی نوشته های آقای دقیقی پادشاه توران بوده و توی اون نامه اعلام میکنه که آقای ارجاسب شما باید به ما باج خراج بدی. دین جدیدی اومده به اسم دین بهی که آقای زرتشت یک آدم جادوگر ماننده اومده میگه من پیغمبرم و نه ببخشید جادوگر که اون ارجاس میگه یک شخصی اومده میگه من پیغمبرم و اینا، دین بهیه، ما همه قبول کردیم، شما هم به دین ما باید وارد بشی و بعد باج بدی برای پیشرفت دین و همینطور ایران.
این نامه رو ارسال میکنن برای ارجاسپ. ارجاسپ که این نامه رو میبینه خیلی شوکه میشه و یک نامه‌ای مینویسه به شدت تند برای گرشاسپ. توی اون نامه چی مینویسه؟ میگه که آقای گرشاسپ، تو خجالت نمیکشی؟ تو از نوادگان جمشیدی عزیز من. ما دینمون دین مزداییه. بچه‌ها اینم بهتون بگم، این دین بهی دین جدیدی نبوده، انگار یک آپدیتی از همون دین زرتشتی که ما الان سراغ داریمه، اوستایی که موجوده. یعنی یک چیزی انگار مثلا خورشید پرست بودن الان میگن آتش پرست بشید، مثلا. یعنی یه چیزی آپدیت شده، یک پیامبری اومده آپدیت کرده، گفت الان منو باید قبول داشته باشید، الان آپدیت جدید اینه. و میگه که تو خجالت نمیکشی؟ ما دینمون هست و اینا. الان هم به خود اجازه دادی به من میگه که ما بیایم زیر سلطه شما؟ نه عزیزم، از این خبرها نیست. اگرم بخوای زیاد از این حرفا بزنی، هم میام تو رو میکشم، همون جادوگری که الان به اسم پیامبر اومده و میگه که آقا من پیامبرم، اونم میکشم. بخوای زیاد گوز کنی، اونم میکشم. این نامه رو میفرستن به ایران. 2 نفر مأمور میشن که این نامه رو بیارن برای آقای گرشاسپ. اون 2 نفر میان و در دربار ایران آقای گرشاسپ نامه رو باز میکنه و میخونه و به شدت عصبانی میشه و نامه ای میزنه. این بچه‌ها این نامه ها توی این چیز 1000 تا هست دیگه، باید اینو تعریف کنیم. حالا در خلاصه این که گرشاسپ یه نامه میزنه، میگه آقا گندگوزی نکن، حالا که اینجوریه من بهت حمله میکنم، خب اگه نخوای به دین ما بیای، ما به زور میای، به زور میام، تو هم nemiتونی هیچ کاری بکنی. من نسل ایرانم و از نسل جمشیدم، به تو هم ربطی نداره. دوباره این نامه میاد به دست آقای ارجاس میرسه. آقای ارجاس من دوباره نامه میزنه که آقا اینجوریه، باش، من اون لشکری که بهت قول داده بودم و میکشم، بهت حمله میکنم، تو هم هیچ غلطی نمیتونی بکنی و فلان. نامه بعدی به دست زریر داداش آقای گرشاس میرسه. آقای زریر نامه رو میخونه و اسفندیار پسر گرشاس، پسر بزرگ گرشاس، به شدت عصبانی میشن و یک نامه تند و تیز مینویسن و میبرن پیش گرشاس، میگن آقا این نامه رو ما نوشتیم، تو اگه تایید کنی مهر رو زدی، میدیم این ببره پیکه. که گرشاس این نامه رو میبینه به شدت خوشحال میشه، میگه چه نامه باحالی نوشتین، دمتون گرم. پرت میکنه جلوی اون 2 تا پیکا، میگه که آقا برید و خدا رو شکر کنید که من شما رو اعدام نکردم، برید که من به وقتش سراغ شما میام. این 2 تا میرن اون نامه رو آقای ارجاس پادشاه توران میبینه، دستور میده که آقا لشکر رو جمع کنید، ما باید به ایران حمله کنیم و میاد و وارد مرز ایران میشه. این خبر اومدن به آقای گرشاسپ و زریر میرسه، اینا هم یه لشکری تهیه میکنن و میرن که مقابله کنن با تورانیان. قبل اینکه اینا برن، آقای گرشاسپ میاد و از طالبین یا همون ستاره شناسشون میپرسه که آقا ما این جنگ چی میشه جریانش، یعنی همه رو بیرون میکنه، به اون طالبینه میگه که آقا این جنگ چی میشه. اون طالبینه میگه آقا باشه من طالبینی میکنم، ولی بهم قول بده که امان بدی، چون خبرهای خوبی ندارم قاعدتا. و گرشاسپ هم قبول میکنه، میگه که آقا باشه اوکیه، تو به من خبر رو بده، من کاری ندارم. آقای طالبین اعلام میکنه که آقا این جنگ خونینی خواهد، کلی کشته قراره داشته باشیم، هم از طرف شما هم از طرف اونا. دریای خون راه میفته و قراره که خیلی ها کشته بشن. یکی این که یکی از پسرای تو کشته میشه، 2 این که کلی از پسرای سردارا کشته میشه، کلی سردار کشته میشه، پسر زریر کشته میشه، خود زریر داداشت کشته میشه، ولی در آخر پیروزی از آن ماست، ولی کشته های خیلی زیادی داریم. گرشاسپ اوکی میده با حالت خیلی ناراحت که آقا اگه این اتفاق بیفته که خیلی بد میشه و اینا. میرن سراغ تورانیان. موقع نبرد که میشه ارجاس خلاصه چند تا پهلوان میفرسته، اینا هم پهلواناشونو میفرستن. یه جنگ خیلی خونین و بزرگی در راهه. توی این نبردها هی کشته میشن، اونا کشته میشن، اینا خسته نمیشن، اونا خسته نمیشن. 2 هفته طول میکشه این جنگ، 2 هفته طول میکشه و توی این 2 هفته مو به مو اون طالبینی ها
به وقوع میپیوند. یعنی چی؟ یعنی پسر زریر میره و کشته میشه، یکی از پسرای گرشاس میره توی نبرد و شخص کشته میشه، خود زریر برای انتقام جویی میره به میدان نبرد، داره کل لشکر رو شکست میده، لشکر تورانو، که ارجاس میبینه آقا این کی اومده داره همه رو میکشه، یه نفر اگه اینو کش من دخترمو بهش میدم. یک آقایی به اسم بیدرفش از توران قبول میکنه این جریانو و میگه آقا من اینو میکشم و میره، از روبرو هم این کارو نمیکنه، از پشت سر درفشی میندازه و درفشش هم خیلی سمی بوده، میزنه و آقای زریر رو میکشه. این خبر کشته شدن آقای زریر به گوش گرشاس میرسه. گرشاس به شدت عصبانی میشه، همونجا شال و کلاه میکنه که بره و انتقام برادرش رو بگیره که درباریا اینو نگه میدارن، یا تو نباید بری، آقا تو الان زوده برای رفتن، هستن کسایی که برن و شکستشون بدن، که اعلام میکنه آقا کی میخواد بره؟ اسفندیار تو میری، اگه تو بری و پیروز بشی این جنگو، من قول میدم پادشاهی رو بهت بدم. همون قولی که پدرش بهش داده بود و به اسفندیار میده. اسفندیار هم خیلی عاقل تر بوده نسبت به پدرش و میاد اول از همه میخواد که رویه از دست رفته سپاه رو برگردونه، چون زریر یکی از داداشش شاه بوده و یکی از پهلوانهای غیور و دلاور بوده، اون مرده دیگه، کل روحیه خرابه. میاد اولی سخنرانی خیلی قرار میکنه که روحیه رو برگردونه، در ادامه هم میگه اوکی من میرم. از اونور یهو یکی از پسرای زریر میاد و میگه آقا عمو تو نمیخوای بری، تو باید بری چیز کنی، خونخواه برادرت بشی و منو از این غم نجات بدی. این سوگواری که اینا دارن میکنن، که یکی از درباریان ایرانیان میاد به گرشاس میگه آقای گرشاس بذار خود اسمش چی بود؟ سرور، حالا من نمیدونم، سرور بود اسمش، حالا ما میگیم سرور، خود سرور بره چون پسر زریره و بهش میرسه. حالا سرور مثل اینکه بچه است، 12-13 سالشه و گرشاس به سرور حالا نیزه و اون سپر و اون وسایل رزم خودشو میده و میگه تو برو خونخواهی پدرت، برو نه چی بود اسمش؟ دیورش، چی بهت گفته بودم؟ اسمش یادم رفت، چرا یه لحظه کامنت ها رو دیدم ذهنم رفت. برو قاتل پدرتو بکش، یا این چی دارم میگم، برو قاتل پدرتو بکش. از اون سرور میاد و داره مبارزه میکنه، خوبم داره مبارزه میکنه گویا. ارجاس میاد این بچه کیه داره همه رو میکشه؟ دیورفش حالا میگه اون کسی که زری رو کشته، دوباره اونو صدا میکنه میگه برو اینم بکش، اینم تموم بشه. بیدرفش معذرت میخوام اگه اشتباه نکنم، بیدرفش میگه برو اینو بکش، این داره زیاده روی میکنه بابا. بیدرفش هم میاد که دوباره سرور رو بکشه. آقای اسفندیار که یک جوان 18 ساله است، مثلا جوان دیگه، یک جوان 18 ساله است، میبینه این صحنه رو و متوجه میشه که بیدرفش میخواد بیاد دوباره اینو بکشه. حالا همونجا چیه، همون پشت من بذار، فرقی نمیکنه. اون عقبیه کجا؟ عقبیه رو نمیتونی پیدا کنی؟ چجوری اومدی تو؟ معذرت برو بود. حالا من همچین تعریف میکنم. آره اسفندیار میاد و
توی یک نبرد خیلی جانانه بیدرفش رو شکست میده، سرش رو میبره و پسر عموی خودش رو نجات میده. اندک احمق میاد و پسر عموی خودش رو نجات میده و برمیگرده به و اسفندیار حالا دیگه روحیه دوچندانی داده به سپاه ایران و تصمیم میگیره که از 3 جناح به توران حمله کنه. خودش در رأس، سرور رو یک طرف و داداشش فرشاورد یا همون ما میگیم فرشاد رو در سمت راست. اینا حمله که میکنن، ارجاس میبینه اوضاع خیته. اصلا این تورانیان اینجوری بودن دیگه، میدیدن اوضاع خیته و قمر در عقربه، فرار میکردن. ارجاس من به روایت آقای دقیقی، ارجاس هم همین کار میکنه مثل همه پادشاه و فرار میکنه. این 3 لشکری که از طرف ایرانیان دارن تورانیان رو همه رو میکشن و پاره پوره میکنن و سربازا میبینن که آقا اون چیه، پادشاه ما فرار کرده، ما دیگه اینجا چیکار میکنیم؟ میان خودشون رو تسلیم میکنن و میگن باشه، ما به دین شما میایم، به دین شما و قبول میکنیم دین شما رو، فقط ما رو نکش و بذار زنده بمونیم. که اگه یادتونم باشه اصلا این جنگ بر سر این بود که این دین بهی رو قبول کنن دیگه و این لشکر بازمانده دین رو قبول میکنن و میگن ما رو نجات بده، یعنی ما رو نکش طی این جنگ، بذار ما زنده بمونیم. و آقای اسفندیار هم اینو قبول میکنه. اسفندیار الان جنگو پیروز شده و طبق قولی که گرشاسب بهش داده بوده باید پادشاه بشه. من ادامه این داستان رو فردا شب میگم، جریان اسفندیار و اسیر شدن اسفندیار رو فردا براتون تعریف میکنم. من عذرخواهی میکنم اگه یه جایی پارازیت ول شد و این درد شدید این قسمت از فکم خیلی داره اذیتم میکنه، نمیتونم پشت سرم زیاد حرف بزنم. من از شما معذرت میخوام، امیدوارم لذت برده باشید. اگه لایوهای قبلی رو ندیدید در مورد شاهنامه رو برید حتما ببینید، مطمئن باشید بهتون لذت میده. من شاهنامه رو خیلی خلاصه وار براتون تعریف میکنم و با زبان خیلی ساده تر. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من یک ساعت دیگه دوباره لایو استارت میزنم و صحبت‌های خودمونی قرار انجام بدیم. دمتون گرم، امیدوارم دوست داشته باشین. توی لایو بعدی یه تشکرایی هم باید انجام بدم که از یه عده از دوستان که اونم انجام میدم و میبینمتون اونجا. شایان جان آره نه نرفتم میلاد، خیلی درد میکنه، باد کرده اصلا. آره بعد توی لایو بعدی که 1 ساعت دیگه استارت میزنم میبینمتون. امیدوارم که منو ببخشید اگه بد تعریف کردم. دوستتون دارم از اینا. آرمین جان فدات بشم، دورت بگردم، نیاز نبود سلطان. مرسی 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 قلب. 1 ساعت دیگه میام آرمین، اگه بودی میبینمت. آها داری میخوابی تو هم؟ چاکرتم آقا، چاکرتم. دمت گرم دمت گرم. بچه‌ها قربونتون برم، خداحافظ.